خیلی رفقا خوش اومدید به ویدیو خفنی که من بعد ایزوده هستم و همونطور که تایتل تامل ویدیو فهمیدید قراره بریم این دفعه تنظیمات تخصصی کامپیوتر رو ببینیم با هم دیگه. تنظیمات تخصصی کامپیوتر به دو بخش کنترل پنل و ستینگز مربوط میشه. خلاصه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره بزن که بریم. خب برای تنظیمات کامپیوتر باید اول وارد ستینگز بشیم قطعاً و پس اینکه وارد شدیم در اولین بخش یعنی سیستم میشیم، از اون اولی شروع میکنیم. وارد تنظیمات تخصصی میشیم توی این ویدیو. اگه دوست داشته باشید میتونم من براتون این تنظیمات مبتدی رو هم بذارم و آموزش بدم. توی کامنت برام بنویسید اگه میخواید. الانم قراره فقط تنظیمات تخصصی رو کار کنیم. اینجا توی Advanced Display Settings ریفرش ریت مانیتور خیلی مهمه که چی بزنید. من فقط 60 هرتز هستش و اینجا میتونید دیسپلی رو انتخاب کنید و الی آخر. و اینجا توی گرافیک ستینگز خیلی مهمه که برنامه‌های خودتون و بازی‌های خودتون رو بیارید. الان به عنوان مثال من این برنامه‌ها رو اینجا آوردم. بعضی از بازی‌ها و برنامه‌ها هم هستش و بهشون گفتم که مثلا شما که می‌خواید اجرا بشین روی آپشنز روی چه چیزی باشین. ویندوز تصمیم بگیره روی پاور سیوینگ یا همون ذخیره نیرو باشه، یعنی کمتر مصرف کنه، یا های پرفورمنس که استفاده حد اکثری رو از سیستمتون میتونید بگیرید. برای لپتاپا که بعد ببینید خودتون کدوم راحت ترید، اما برای کامپیوتر که مصرف برقی به اون صورت یعنی باتری نداره، شما همین های پرفورمنس رو بذارید، از همشون بهتره. و اینجا ویندوز تصمیم میگیره که شما رو کدوم، اگه مثلا چند تا کارت گرافیک داشته باشین میگه رو کدوم کارت گرافیک ها هستش و سیو رو میزنید رو به این صورت اینجا برنامه‌تون اضافه میکنید. اینجا تو بخش فوکوس اسیست اگه درست بگم دستیار تمرکز هستش اینجوری و اینجا میتونید بهش بگید که وقتی من دارم وقتی موقع استراحت هم هستش نوتیفیکیشن نیاد، وقتی داپلیکیت کردم دیسپلی یعنی اگه چند تا مانیتور داری تصویر رو پخش کردم آلارم نیاد، وقتی بازی میکنم آلارم نیاد، وقتی یه برنامه رو فول اسکرین کردم من این دو تا رو آن کردم موقع بازی کردن یا اگه بازی رو ویندوز نتونست شناسایی کنه روی حالت فول اسکرین مود که هر برنامه‌ای هست نوتیفیکیشنی برام نیاد. اینجا تو بخش تبلت میتونید شما وارد تبلت مود ویندوز بشید که محیط ویندوز رو به حالت تبلت در میاره. معمولا برای تبلت هایی که سیستم ویندوز دارن فکر کنم استفاده میشه، ولی میتونید شما تو کامپیوترتون هم این گزینه رو فعال کنید. اینجا میگه وقتی که من وارد سیستم شدم همیشه رو حالت تبلت مود باشه، هیچ وقت نباشه الی آخر و اینجا که میگه که وقتی از این سیستم به عنوان تبلت استفاده میکنم از من سوال بپرسی که وارد تبلت مود بشیم، همیشه وارد بشه، هیچ وقت وارد نشیم. اینجا رو بخش مولتی تاسکینگ شما میتونید چند تاسک یا برنامه رو همزمان اجرا کنید. به عنوان مثال اینجا که گزینه ها رو آن کردید با آلت و تب این گزینه فعال کنید. آلت و تب رو بزنم اینجا میتونم وارد تاسک های مختلفی که دارم بشم و وارد با کم بشم. و اگه با همین گزینه ها شما دکمه ویندوز و تب رو فشار بدید وارد یک بخش میشید، میتونید چند تا دسکتاپ فایل‌های اخیر باز شده و وارد برنامه مختلفی مثلا میتونید وارد سیستم ویندوز دوم بشیم و اینجا کارامون. این معمولا برای گیم‌ها که کرش میکنن با مثلا سن اندریاس و از بازی بیرون میاد میتونه مفید واقع بشه. به عنوان مثال وقتی گیم ارور میده و شما هیچ کاری نمیتونید و کامپیوتر به اصطلاح گیر میکنه، شما با لید ویندوز و تب میتونید وارد دسکتاپ دوم بشید، از اینجا وارد تاسک منیجر بشید و در اینجا اون برنامه رو به عنوان مثال با نیکم رو ان تاسک میتونید کار انجام بدید که قطع میشه. خب وارد دسکتاپ یک میشیم. اوکی. اینجا وارد اگه سیستمتون از سیستم اشتراک تصویر پشتیبانی بکنه میتونیم ما از اینجا تنظیمات وارد پروژکتینگ تو دیس پی سی رو انجام بدید و تصویر سیستمتون رو شیر کنید یا اشتراک گذاری کنید. کلیپ بورد همراه هستیم که میتونید شما اینجا کلیپ بورد استوری رو فعال کنید که وقتی ویندوز با وی رو فشار میدید اینجا براتون میاره که کلیپ بورد دارید و کپی کنید این کارا رو شما انجام بدید. اینجا رو بخش ریموت دسکتاپ شما میتونید با یک دستگاه به عنوان اندروید، آی او اس یا مک سیستم رو به عنوان ریموت برای سیستم استفاده کنید و راه دور کنترلش کنید. اینجا تو بخش تایپینگ این که بخشای مورد تایپینگ اینجاست
ولی تو بخش How AI از Helped You شما میتونید بگید که هوش مصنوعی چجوری میتونه به شما کمک کنه و اینجا با این گزینه شما وقتی یک کلمه رو با زبان انگلیسی البته تایپ میکنید اون جلوتر از شما انگار کلمه رو حدس میزنه و شما میتونید انگار اول کلمه رو بنویسید و به بعد خود سیستم براتون تایپ کنه. و اگر اینجا هم که غلطگیر هستش به اصطلاح به زبان انگلیسی اگه کلمه رو اشتباه بنویسید براتون اصلاحش میکنه با اجازه خودتون. اینجا تو بخش یور فون هر کاری کردم من فونم لینک نشد. با نصب کردن برنامه لانچر مایکروسافت میتونید تلفن خودتون رو به سیستمتون لینک کنید. البته من خودم این راهو تست نکردم وقتی اینکه نمی‌خواستم لانچر مایکروسافت نصب کنم از شیائومی ترجیح دادم، ولی اینجا میتونید تست کنید. اگه دوست موفق بشید توی کامنت برام بنویسید تا من و دوستانی که مطلع بشن کمک کنید به دوستانی که می‌خوان کار انجام بدن. توی بخش نتورک اینترنت بخش پروکسی شما میتونید آیکون موس رو میتونید اینجا شما شخصی سازی کنید. با من که اینجوری رنگ کمانی گذاشتم با چند تا نمسار طراحی کردم و اینجا به این رنگ و شکل در آوردم موس خودم رو و سیو کردم خودم رو اینجا. خب رفقا ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم لذت برده باشید و تا ویدیوهای بعدی فعلا بد بای.